توی استایل خانواده ما همیشه وقتی غذا می‌آوردن میگفتن تا لقمه آخرش بخور. این معنا شده بود یه عادت رفتاری. یه روز با یکی از دوستام رفتیم بیرون، رفتیم یه جا بریم فلان جا غذا بخوریم، گفتم بریم. رفتیم غذا گرفتیم و غذای بسیار مزخرف بود. من شروع کردم خوردن، تا تاش خوردم. آره من شروع کردم خوردن و تا تاش خوردم، هی هم می‌خوردم میگفتم چقدر مزخرفه، چقدر بدمزه است. دیدم دوستم ماشین حرکت کرد، رفت کنار سطل آشغال وایساد و غذاشو پرت کرد تو سطل. یه شوک خیلی عجیبی به من وارد شد. 2 تا پیغام اومد تو ذهنم. یکی این که اسراف کردی. اصلا استفاده از کلمه اسراف کردی اشتباه. در چی اسراف کرد؟ من دارم یه غذای مزخرفی رو وارد بدنم میکنم، یه تجربه بد به اضافه یک آسیب به جسم. در زندگی داری اسراف میکنی وقتی میخوریش؟ اصلا دقیقاً دارم این کار رو انجام میدم، ولی چون از یک بعد دارم همش بهش نگاه میکنم، این کار رو هی مدام تکرار میکنم. بعد فهمیدم که ما باید هر چیزی که داره به ما آسیب میزنه بذاریم کنار، اما هر چیز دیگه رو میتونیم تجربه کنیم.